خب درود برای همه همکاسبای عزیز. چند لحظه پیش ما در نشست مطبوعاتی بانک امانتگذاری امانت بانک بودیم که اونجا مسئولین گفتن که در روز زیادتر از $1,000,000 ما در مبادله داریم، ولی این سومین بانکی است که من چند لحظه بعد نوارش برای شما نشون میدم از روی تدوین و یعنی واقعیت در دیگر است. من شاید از روی ترمین از روی رقم چیزی را خطا کنم، چون من معذرت می‌خوام از بانکدارها و از همکاسبای عزیز، چون من روزنامه‌نگار این ساحه نیستم، ولی از تجربه هایی که من بارها داشتم و امروز هم کردم برای شما چند نوار نشان میدم که این اولین نوار است و یکی از بیناهای مرکزی بانک امانتگذاری است در خیابان کوچه لاهوتی 24. خب نوارهای بعدیش کمی بعدتر بازم برای شما میبریم. درود محترم رئیس، واقعیت دیگر است از اونی که در نشست‌های مطبوعاتی چیزی دیگر میشنویم. نه، خود گفتن که دلار نداریم. خود گفتن که نداریم، تا اینکه من دوربینمو پیشتون آوردم. دلاری فروشی نداریم. دلاری فروشی خوزی هم نداریم. من میخوام فهمم که نام شما چی است. رستموف. رستم نوروف. هم اگه سه ثانیه پیش شما دلار فروختن چند نفر، من میخوام دلار خرم. شما دلار دادن اطراف کردید. یعنی من میخوام دلار خرم، شما نداریم برای فروش دلار. برای فروش هم نیست. من این از شهروندان همشون آورده اون کلیسا چند نفر بود، بله. همین دلاری که برای انتقال کردن. شما اینا فروختن نمیتونید برای مزاج خود فروختن نداریم. همه روزا من میتونم فهمم که با بودجه شما برای فروش چند قدر دلار وارد میشه، چون در حاضر در نشست مطبوعاتی رئیس بانکتون گفت که در روز زیادتر از $1,000,000 ما در فروش داریم، در مبادله داریم. تو این وقتی مبادله اونو نفر جایی هست که تنها برای مبادله اسعار است. همونجا گفتن که در بیناهای مرکزی ما وارد شد میاد حتما دلار. در بیناهای مرکزی ما اینجا نقطه انتقال مبلغ. شما بینای مرکزی ما رو به جدی وقتا شما سبب چه نمیدونید که سیم بانک است؟ من میپرسم اینا دلار فروشی نداریم، سبب در چی است؟ من در اساس خرید میفروشم. شما اونجا چی میگید؟ اون کسی ایواز کرد، من همون رو میفروشم. کسی که انتقال داد نمیفروشه. نه و اینا در خزینه بانک میسپارم. سببی از 3 سال اخیر دلارها از خزینه نیست، شما نمیدونید همچه خزینه دار در چی بوده میتونه. خب محترم رئیس بانک، این سوم بانکی است که ما از خزینه های شما دیدن کردیم.